خب اومدیم فروشگاه بودایی ها، چیزایی که میفروشن، بخورات و انواع خداهاشون رو میفروشن. خداهاشونن هم از خداهاشون. هر کی یکی میخره میذاره تو خونش دیگه، یه خدا داره کنارش. هر وقت خستش بگیره با این مجسمه بس میشه به خدا. طوریه. بخورش هم خوبه، فکر کنم مال درخت کاج باشه، بوی خوبی میده. این ظرفاشونه، اینم نماده هاشونه. اینجا میاد کنم کتاباشون چه لوح دارن. بکنم یه روغن مخصوصه که بخور میکنم، نمیدونم. اینم یه خدا بزرگتر، سایز بندیه، سایز بزرگتر. من فکر کنم شماره حسابشه، پول بریزی به حساب. های مال اینایی که ما به بزامو میبندیم، اینا اینجا مقدسه. ببین اینا هم هستن. اینجا نمیدونم اینا چی هن. اینم شمعه، اینم اینایی که ما رو افسین میذاریم. انگار ظرفایی هستن که سمنو و سنجد و سماق. اینم عکس خر بزرگه. اینم یه خدا، اینم دو خدا، اینم سه تا، یکی هم 4 تا. نه اینا به رنگ‌های مختلفن یا هر کدوم یه خدا برای خودشون. مثلا این مرده رو ببین، این مثلا غضب کرده، این یکی خوشحاله، این یکی هم تو بایستاد نگاه میکنه دیگه. یه مار چند سر، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 سر. یه مار 5 سر. چرخ خیاطی، نمیدونم چرخ خیاطیشون هم براشون مقدسه، اینا که مادرامو دارن. نمی فیل donations, front of the donation.